دوستان نهایت عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با سلسله درس های آموزنده برای اطفال و خانواده ها، امروز هم درس سیوم ما و شما است در رابطه با اینکه نعمت های الله متعال را خوب درست بشناسیم، بعد از این با اونها شکرگزاری بکنیم و عمل بکنیم. درس اول میپرسیم از محمد جان که اگر یاد گرفته بود، درس دوم اگر نگرفته بود، ما مکلف هستیم که باز تکرار بکنیم. محمد جان، بله. درس گذشته ما در چی بود؟ بسم الله الرحمن الرحیم. خب معنی بسم الله الرحمن الرحیم چی است؟ به نام الله بخشنده و مهربان. به نام الله بخشنده و مهربان. مهربان. یعنی ما در هر کار باید چی بگوییم؟ بسم الله. رحمان الرحیم. مثلا غذا میخوریم چی بگوییم؟ بسم الله الرحمن. قبل از اینکه غذا را بخوریم چی بگوییم؟ بسم الله الرحمن. ما و شما در یک جای یک عمل خوب انجام میدیم، شروع میکنیم کتاب خواندن، قرآن خواندن، باید چی بگوییم؟ بسم الله الرحمن. بسم الله الرحمن. ماشاءالله. نه در هر کار بسم الله الرحمن. به خاطر چی؟ به خاطر که مشرکا با نام بتا شروع میکردن، ما با نام کی شروع میکنیم؟ الله. با نام الله. آفرین، ماشاءالله. امروز محمد جان درس ما و شما در چی از نعمت‌های الله متعال که ما باید نعمت‌های الله را بشناسیم. بعد از اینکه الله را خوب شناختیم، باید چی را بشناسیم؟ نعمت‌های الله را که برای ما چی کرده؟ داده است. و چی کنیم؟ شکرگزاری کنیم. چی کنیم؟ شکرگزاری بکنیم. درست بشه محمد جان؟ خب الله متعال اگر این نعمت‌ها را برای ما نمیداد، ما با مشکلات گرفتار میشدیم. اگر یکیش هم نمیبود، مثلا نعمت چشمت پنهان کن محمد. خب چی از دستم؟ نمیفهمی. باز کن چشمت. حال چی است؟ خودکار است. اینه اگر تو چشمت نمی بود، چشم نمی داشتی، امیر نمی دیدی، پس الله امیر داره برد. پس همیشه عبادت الله را بکنیم، شکرگزاری الله را بکنیم. درست؟ بعد از این چشم برای ما و شما چی داده است؟ گوش داده است. آل گوش ما پوت میکنم. یک فکر محمد نفهمیدم. حالا باز محمد فهمیدم؟ فهمیدی. اگر اگر موشه. ماشاءالله. همونطور برای ما و شما چی داده؟ عقل داده که چی بکنیم با عقل خود؟ فکر بکنیم. چی بکنیم با عقل خود؟ فکر بکنیم. مثلا اگر عقل نمی داشتیم، نمیتونستیم کامپیوتر رو بفهمیم. یعنی قلب نمی داشتیم، نمیتونستیم یاد قزنده باشیم. آفرین. مثل الله قلب داده برای ما، الله هر چیزی که داده، اگر اینها نمی بود ما چی میشدیم؟ با مشکل برمیخوریم. با چی؟ با ما مشکل. قلب نداشتیم، تا خیزن ما رو وقت دوباره میمردیم. آفرین، ماشاءالله. یعنی بسیار خوب است که ما باید اینها را بدانیم و چی بکنیم؟ شکرگزار الله باشیم. چی باشیم؟ شکرگزار الله باشیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و برکاته. ماشاءالله.